دو نفر ساکنان ناحیه جیهون که برای صادر نمودن جنایت قلابی و دیگری برای صادر نمودن جنایت اوباشی در گفتگوی جنایتی قرار داشتند با بردن کارهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیته ولایت ختلان بازداشت گردیدند. ضمن پیشبرد کارهای فوری جستجویی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون دو نفر از ساکنان ناحیه مذکور را که گمانبران جنایت ها بودند و از ماه اوگوست سال 2020 در جستجو قرار داشتند دستگیر نمودند. اینها یار محمد آی محمد سال تولدش 1980 در صادر نمودن جنایتی با ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی اوباشی گمانبر دانسته می شود. یار محمد ماه اوگوست سال 2020 با برادری همسرش بیگنظر سید اکرم سال تولدش 1993 در پی یک مناقشه عائلوی بر او در افتاده با کارد زخمی می نماید و از جای حادثه غیب می زند. نفری دیگر سید امیر ظاهر شاه در صادر نمودن جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان قلابی یعنی تصرف مال و ملک غیر یا به دست آوردن حقوق و مال و ملک غیر با راه فریب یا سوء استفاده باوری گمانبر دانسته می شود. نسبتی دستگیر شدگان در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون پرونده های جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.